نامه به افسوسیان باب 1. سلام به خلق خدا که در شهر افسوس عیسی مسیح را وفادارانه پیروی می کنند. من پاولوس که با خواست خدا فرستاده عیسی مسیح انتخاب شدم، به شما فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی پدر ما خدا و خداوند عیسی مسیح را خواهانم. شأن و شرف به خدا که پدر خداوندمان عیسی مسیح است. او به خاطر مسیح به ما هر برکت روحانی را در درگاهش بخشیده است. آخر خدا ما را الکی پیش از آفرینش دنیا به واسطه مسیح انتخاب کرده بود که از آن او شده در نظرش بی عیب و نقصان باشیم. او با مهر و محبت پیشکی موافق خواست دلش مقرر کرده بود که به واسطه عیسی مسیح ما را به فرزندی قبول می کند. خدا مقصد داشت که ما همین فیض و مهربانی بزرگش را که او به واسطه پسر عزیزش برایمان عطا کرده است تعریف و ستایش کنیم. آخر فیض و مهربانی خدا آنچنان بی پایان است که به واسطه خون پسرش ما به آزادی خریده شده ایم و گناههایمان بخشیده شدند. خدا فیض و مهربانیش را به ما با دادن تمام خرد و حکمت سرشار کرده است، زیرا او سر خود را که آن خواست دلش بود و اجرای آن را به واسطه مسیح در نظر داشت به ما آشکار کرد. نقشه خدا این بود که در وقت معین شده همه چیزی در آسمان و در زمین بوده را در اختیار مسیح گذارد. خدا این چنین به خاطر مسیح به ما نصیب گرداند که خلق او شویم. این تقدیر را خدا از اول برای ما به نقشه گرفته بود و او همه وقت خواست و فکرش را به عمل می آورد. در نتیجه ما یهودیان که اولین شده به مسیح امیدوار گشتیم به تعریف و ستایش یافتن بزرگی خدا سببگار می شویم. انا شما غیر یهودیان نیز به واسطه مسیح با روح القدس یعنی روح خدا مهر زده شده اید که از آن خدا بودن شما را نشان می دهد. این روح وعده شده خدا برایتان همان وقت داده شد که خبری راستی را یعنی خوشخبری نجات خود را شنیده به مسیح ایمان آوردید. خدا روح القدس را به ما همچون گربی آن داده است که در روزی که خلقش پره به آزادی می براید همان میراث وعده کردهش به ما نصیب می گردد تا که ما برای تعریف و ستایش یافتن بزرگی خدا سببگار شویم. بنابراین از وقتی که درباره ایمان شما به خداوند عیسی و محبتی که به تمام خلق خدا دارید خبردار شدم، برایتان دعا کرده همیشه خدا را به خاطر شما شکرگزاری می کنم. من به خدای عیسی مسیح خداوندمان که پدری بزرگوار است دعا کرده خواهش می کنم که برای شناختن او به شما به واسطه روح حکمت و خرد بخشد و خود را آشکار سازد. بگذار او چشم دل شما را گشاید تا درک کنید که خدا شما را دعوت کرده برایتان چی امید داده است و چی میراث پرشکوه و بزرگ برای خلقش دارد. این چنین قدرت بیحد عظیم خدا را که برای کمک ما ایمانداران عمل می کند فهمید. این همان قدرت عظیم است که خدا با آن مسیح را از مرگ برخیزاند و از دست راست خود در درگاهش شناند. اکنون مقام مسیح بالاتر از هر تخت و تاج، قوت و قدرت، حکومت و رهبریت و هر مقام دیگر است که نه فقط در این عالم بلکه در عالم آینده نیز هست.
خدا همه چیز را زیر پایهای مسیح گذاشته، او را از همه کس و همه چیز بالاتر همچون سر برای جماعت ایمانداران مقرر کرد. جماعت ایمانداران بدن مسیح است، یعنی پررگی اوست که همه چیز و همه جای را با حضور خود پر می کند. باب 2. زمانی بود که شما به سبب گناه ها و سرکشیتان مرده حسابیده می شدید، چون که به مانند آدمان این دنیا زندگی می کردید و به حاکم قوه های بد اطاعت می نمودید. این حاکم شیطان است که حالا در شخصان سرکش عمل می کند. به مانند این شخصان سرکش همه ما نیز زمان از پی هوس‌های جسمانی خود می رفتیم و خواست نفسمان را اجرا کرده هرچی به فکرمان آید می کردیم. پس ما طبیعتاً در قطار دیگران گرفتار غضب خدا بودیم. لیکن خدا ما را به نهایت سخت دوست داشته است و از روی این مهر و محبتش او که پر از رحم و شفقت است به ما اگرچه از سبب گناههایمان مرده حسابیده می شدیم همراه مسیح حیات بخشید. خدا ما را همراه مسیح زنده کرده و با عیسی مسیح یک نموده در درگاه خود همراهش شناند. اینک نجات به شما از روی فیض و مهربانی خدا تحفه شده است. خدا با همه این نیکی هایی که به واسطه عیسی مسیح نسبت ما کرده است تا چه اندازه به حد و کنار بودن فیض و مهربانیش را در زمان آینده نشان دادنی است. آخر شما از روی فیض و برکت خدا به واسطه ایمانتان نجات یافته اید. یعنی نجات نه محصولی کار شما است و نه نتیجه کردار و رفتارتان، بلکه تحفه خداست. بنابراین هیچ کس فخر کردن نمی تواند، چون که ما محصول دستان خدا هستیم. ما به واسطه عیسی مسیح برای کارهای نیک آفریده شده ایم که اجرای آنها را خدا پیشکی برای ما مقرر نموده بود. پس فراموش نکنید که یک وقت یهودیان که از ختنه شدنشان فخر می کنند شما را خلقهای ختنه نشده می نامیدند، چون که شما همچون غیر یهودی به دنیا آمدید. حال آنکه ختنه یهودیان فقط جسمانی است و با دست انسان کرده شده است، آن وقت شما هنوز به مسیح زندگی می کردید و از جماعت اسرائیل جدا بودید. از این رو شما برای وعده های عهد و پیمان خدا بیگانه و در این جهان بی امید و بی خدا بودید. اما اکنون شما که یک وقت از خدا دور بودید، به خاطر عیسی مسیح و به واسطه خون او به خدا نزدیک شده اید. مسیح خود آشتی دهنده ماست که یهودیان و غیر یهودیان را با هم متحد کرده است. او با قربانی بدنش شریعت موسی را با قانون و قاعده هایش به اعتبار ساخته دیوار دشمنی را که ما را از هم جدا می کرد شکست. مسیح این را با مقصد آن کرد که در خود از این هر دو یک خلق نو به وجود آورده همین طور صلح را برپا کند و این هر دو را به یک تن پیوند نموده به واسطه مرگ در صلیب دشمنی را از بین برد و ما را پیش خدا برگرداند. اینک مسیح آمده هم به شما که از خدا دور بودید، هم به آنهایی که به خدا نزدیک بودند خوشخبری صلح و آشتی را اعلان کرد. به وسیله او همه ما چه دور و چه نزدیک با همان یک روح
به پیش پدر آسمانی راه یافته ایم. پس شما دیگر بیگانه و غریب نیستید، بلکه با خلق خدا هموطن شده اهل خانه خدا گشته اید که این خانواده در اساس تعلیمات فرستادگان و پیغمبران ساخته شده است. سنگ اساسی ته کرسی خانه باشد خود عیسی مسیح است. با او همه ایمانداران به مانند عمارت با هم پیوست شده تا رفت معبد می شوند که به خداوند بخشیده شده است. شما نیز در پیوستگی با مسیح به همین عمارت پیوست شده به مکان بینا می شوید که خدا به واسطه روح در آن ساکن می باشد. باب 3. انا برای همین من پاولوس که بهر شما غیر یهودیان همچون خدمتگزار عیسی مسیح در زندان می باشم به خدا دعا می کنم. در آمد گپ شما درباره وظیفه‌ای که بهر شما از روی فیض و مهربانی خدا به من داده شده است انیق شنیده اید. من درباره این پیشتر کمی نوشته بودم که چطور خدا سرش را به من آشکار کرده است. نوشته هایم را خوانده شما فهمیش مرا درباره سر مسیح درک میکنید. این سر که به آدمان گذشته نامعلوم مانده بود حالا به واسطه روح القدس به پیغمبران و فرستادگان مقدس خدا آشکار گشته است. خدا آشکار کرد که به خاطر عیسی مسیح غیر یهودیان نیز به خوشخبر باور کرده یک جای با یهودیان به میراث خدا حق پیدا می کنند. آنها اعضای همان یک بدن مسیح می شوند و به وعده‌ای که خدا به یهودیان داده بود شریک می کردند. برای اعلان کردن آن همین خوشخبر من خدمتگزار خدا گشته ام. این خدمت برایم همچون فیض و برکت خدا و با قدرت بزرگ او عطا شده است. گرچند من در بین تمام خلق خدا از همه کم ارزشترین هستم، به من همین عطا داده شده است که به خلقهای غیر یهودی خبر خوش را درباره ثروت بی پایان مسیح رسانم. این چنین به من عطا شده است که نقشه همان سر خدا را که او آفرنده همه چیز از عصرهای پیش پنهان نگاه می داشت به همه روشن گردانم. همه این را خدا با مقصد آن کرد که اکنون به واسطه جماعت ایمانداران خرد و حکمت سرپهلوی خود را به حاکمان و سرداران عالم روحانی معلوم گرداند. انا همین بود نقشه ابدی خدا که او آن را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح عملی گرداند. اینک به خاطر مسیح ما با ایمانی که به او داریم بی ترس و هراس و دلپرانه به خدا نزدیک شده می توانیم. بنابراین التماس می کنم که از سبب عذاب و عقوبتی که من به خاطر شما می کشم روح افتاده نشوید، چون که آن باعث آبروی شما می باشد. از این رو من پیش پدر که آفرنده همه کس چی در آسمان و چی در زمین است زانو زده دعا می کنم که از روی ثروت پرشکوهش با روح خود به شما قدرت بخشیده شما را روحاً با قوت کند. بگذار از برای ایمانتان که به مسیح دارید او در دل شما ساکن باشد و شما در محبت ریشه دوانده استوار گردید.
تا که یک جایه با تمام خلق خدا محبتی به حد و کنار و به آخر و به پایان خدا را پره درک کرده توانید. دعا میکنم که محبت مسیح را نیز که با عقل فهمیده نمی شود درک کنید تا که با تمام پررگی خدا پر شوید. حالا شأن و شرف به خدا به واسطه جماعت ایمانداران و عیسی مسیح در هر نسل و تا ابد، چون که او با قدرت بزرگش بیشتر از هر آنچه آرزو و خواهش میکنیم کرده میتواند و این قدرتش در ما عمل میکند. آمین. باب 4. پس من که به خاطر خداوند زندانی گشتم، از شما التماس میکنم که مناسب مقامی که خدا شما را برایش دعوت کرده است زندگی کنید. در زندگی همیشه خاکسار و نرم دل باشید و از روی محبت یکدیگر را با صبر و طاقت برداشت کنید. این چنین تا توانید یگانگی را که از جانب روح القدس داده می شود به واسطه سازش کردن با یکدیگر نگاه دارید. چنان که خدا همه شما را به یک امید دعوت کرده است، همین طور فقط یک بدن مسیح و یک روح، یک خداوند، یک ایمان و یک مراسم تعمید با آب است. ما یک خدا داریم که پدری همه ماست. او بالای سر همه امان است و به واسطه همه ما عمل میکند و در وجود همه امان ساکن می باشد. لیکن عطاها و قابلیتها را مسیح به هر یکی ما به اندازه‌ای که خودش میخواهد میبخشد. بنابراین در نوشتجات آمده است که وقت او بالا رفت با خود بسیار اسیران را برد و به آدمان عطاها بخشید. او بالا رفت گفتن چی معنا دارد؟ همین که او اول به قعر زمین فرامده است، پس همان که فرامده بود بعد به جای بالاترین آسمان نیز رفت تا که همه جای را با خود پر کند. اینک عطاهای مسیح همین بود که او بعضی ها را فرستادگان، بعضی ها را پیغمبران، بعضی ها را اعلان کنندگان خوشخبر و بعضی ها را به مثل چوپان، نگاهبینان و معلمان خلق خدا انتخاب نموده است. وظیفه آنها خلق خدا را به اجرای کار خدا تیار نمودن است تا که با خدمت آنها جماعت ایمانداران که بدن مسیح است انکشاف یابد. ما تا زمان انکشاف می یابیم که هممان یک خیل باور می کنیم و یک خیل فهمیش درباره پسر خدا پیدا می کنیم. در نتیجه ما به درجه پره مسیح به کمال می رسیم. آنگاه ما دیگر به مانند کودکان رفتار نمی کنیم. ما نمی گذاریم که باوریمان مثل موج الوانج خورد و ما با شمال هر گونه تعلیمات آدمان حیله‌گر و ساختکار گمراه گردیم، بلکه از روی محبت راستی را بیان نموده از هر جهت به درجه مسیح که او سری بدن است انکشاف می‌یابیم. با واسطه او تمام بدن با بند و بغم‌ها با هم پیوست شده است. هر یکی آن وظیفه خود را اجرا کرده به سبزش بدن مسیح یاری می دهد. در نتیجه تمام بدن مسیح خود را با محبت تکمیل می دهد. اینک از نام خداوند شما را تأکید کرده می گویم که دیگر به مثل بی ایمانان زندگی نکنید. آخر آنها از روی فهمیش پوچ و خالیشان رفتار می کنند. از بس که عقلشان تیره گشته است،
آنها برای حیاتی که از جانب خدا داده می شود بیگانند، چون که کند فهم و گردن شخ گشتند. این آدمان حس ننگ و ناموس را از دست داده به نفس شهوانی داده شده اند و هر قدر رفتاری به شرم و حیا کنند هم برایشان باز هم کم است. ولی شما از مسیح چنین طرز حیات را تعلیم نگرفته اید. شما که انیق درباره عیسی شنیده اید و از او تعلیم گرفته اید، چون راستی در عیسی است، می دانید که باید از طرز زندگی پیشتره و از طبیعت کهنه خود که به فریب و هوس‌های شهوانی گرفتار شده تا رفت نابود می گشت دست کشید. شما می دانید که طرز فکرانیتان باید پرره نو شود و آن طبیعت نوی را باید در بر کنید که به خدا مانند آفریده شده است و خصلت‌های حقیقی راستکاری و پاکی را دارد. پس دروغگویی را بس کنید. از بس که ما در بدن مسیح اعضای یکدیگریم، بیایید به یکدیگر راست میگوییم. در سر قهر و غضب گناه نکنید. نگذارید که غضبتان تا غروب آفتاب دوام یابد، تا که به شیطان راه داده نشود. دزدان دیگر دزدی نکنید، برعکس با دستان خود مهنتی فایده‌ناک کنید که برای خیریه محتاجان چیزی داشته باشید. بگذار از دهان شما یگان گپی خنک نبراید، بلکه به مورد گپ زنید تا سخنانتان فایده آور باشند و شنوندگانتان از آن بهره گیرند. همچنین روح القدس خدا را غمگین نکنید. آخر با او شما مهر زده شده اید که این از آن خدا بودن و روز پره از گناه آزاد شدنتان را نشان می دهد. همه قهر و غضب، خشم، جنگ و غوغا و دشنامدهی و همه کینه و عداوت را از خود دور کنید. به یکدیگر با مهر و شفقت باشید و همان طوری که خدا شما را به واسطه مسیح بخشیده است، شما نیز یکدیگر را بخشید. باب 5. اینک همچون فرزندان عزیز خدا در همه چیز از او عبرت گیرید. همان طور با محبت زندگی کنید که مسیح نشان داده است. او ما را دوست داشته خود را به خاطر ما به خدا همچون قربانی تقدیم کرد و این قربانی همچون بوی خوش به دماغ خدا رسیده است. اینک هیچ گناه جنسی یا بی‌شرمی و بی‌حیایی یا چشم گرسنگی در بین شما حتی نباید ذکر شود، چون که به خلق خدا این رفتار ناشایسته است. این چنین گپ‌های بی‌معنی گفتن و شوخی‌های بی‌آدابانه کردن به شما مناسب نیستند. برعکس باید شکرگزاری کنید. همین را دانید که به یگان شخص بی‌راهه، بی‌شرم و حیا یا چشم گرسنه که چنین رفتارش برابری بتپرستی است، پادشاهی مسیح و خدا نصیب نمی شود. نگذارید که کسی شما را با گپ‌های بیهوده که گویا چنین رفتار گناه نیست فریب دهد. آخر انا همین رفتارها غضب خدا را بر سر شخصان سرکش می آورند. با این گونه شخصها ششت و خیز نکنید. شما یک زمان خود تاریکی بودید، ولی اکنون که با خداوند هستید روشنی گشته اید. پس همان رفتار و کردار را کنید که موافق روشنی باشد. اگر روشنی در وجود شما هست، رفتارتان باید نیک،
درست و راست باشد. برای فهمیدن آنچه به خداوند پسند می آید کوشش و غیرت کنید. به کارهای بیهوده تاریکی همراه نشوید و آنها را فاش کنید. کس حتی از گفتن آن کارهایی که آنها پنهانی در تاریکی می کنند شرم می دارد. اما وقتی که روشنایی به حیات آنها می تابد همه چیز آشکار می گردد. پس آنهایی که آشکار شدند خود روشنی می شوند. بنابراین گفتاری هست که ای خواب رفته بیدار شو و از مرگ برخیز و نوری مسیح بر تو می درخشد. اینک مانند شخصان بیعقل نباشید بلکه هوشیار بوده همچون شخصان با خرد قدمتان را دانسته مانید. از بس که این زمانی بدی است هر فرصت را غنیمت دانید. بی فراست نباشید و دانید که خواست خداوند چیست. مست نشوید که مستی شما را به رسوایی میبرد. برعکس با روح القدس پر شده در وقت صحبت با یکدیگر سرودهای زبور را خوانید و خدا را حمد و ثنا گفته در دلهایتان ترانه‌های پرستش برای خداوند خوانید. این چنین همیشه خدا را که پدرمان است به خاطر خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکرگزاری کنید. حرمت مسیح را کرده به یکدیگر اطاعت کنید. زنان همان طوری که به خداوند اطاعت میکنید به شوهران خود نیز اطاعت کنید. آخر شوهر برای زنش سر است، چنان که مسیح سری جماعت ایمانداران است که آن بدن اوست. مسیح همچنین نجات دهنده جماعتش می باشد. پس چنان که جماعت ایمانداران به مسیح اطاعت می کند همان طرز زن نیز باید به شوهر خود از هر جهت اطاعت کند. مردها زنان خود را باید همان طرز دوست دارید که مسیح جماعت ایمانداران را دوست داشته است. آخر به خاطر جماعت ایمانداران مسیح خود را فدا نمود تا که به واسطه کلامش این جماعت را گویا با آب شستشو نموده برای خود جدا کرده گیرد. مسیح با این کارش خواست ایمانداران را برای خود همچون جماعتی با شکوه مهیا سازد که بی یگان داغ علت و بی عیب و نقصان از آن او باشد. انا همین طور مرد زنش را همچون جسم و جان خود باید دوست دارد. هر کی زنش را دوست دارد نشان می دهد که خودش را دوست می دارد. هیچ انسانی نیست که یگان بار جسمش را بد دیده باشد. برعکس هر کس جسمش را خورانده پرورش می کند. مسیح به جماعت ایمانداران چنین رفتار می کند چون که ما اعضای بدن او هستیم. در نوشتجات آمده است که از همین سبب مرد پدر و مادر خود را گذاشته به زن خود می پیوندد و آنها یک تن می شوند. این گفته ها معنای چقور دارند، اما من با این مثال مسیح و جماعت ایمانداران را در نظر دارم. لیکن به شما نیز این گفته ها تعلق دارند که هر مرد باید زنش را برابر جانش دوست دارد. زنها باشند باید عزت و حرمت شوهران خود را به جا آورند. باب 6. بچه ها همچون پیروان خداوند پدر و مادرتان را گوش کنید. این وظیفه شما است. آخر اولین فرمان اساسی خدا که شرط دارد چنین است: پدر و مادرت را حرمت و احترام نما.
آنگاه کارت برار می یابد و عمری دراز می بینی. پدران، شما هم فرزندان خود را عصبانی نکنید، بلکه با پند و نصیحت‌های خداوند آنها را تربیت نموده به وایه رسانید. غلامان به خوجینان خاکی خود از روی عزت و احترام با ترس و صمیمانه اطاعت کنید، گویا به مسیح می کرده باشید. مثل غلام خوشامدگویی که در پیش صاحبش نغز کار کرده در نبودن او با دل ناخواهم کار می کند خدمت نکنید، بلکه همچون غلام مسیح خواست خدا را با جان و دل اجرا نمایید. خدمت شما نه همچون به انسان، بلکه همچون به خداوند با میل و رغبت باشد. فراموش نکنید که هر کس خواه غلام و خواه آزاد برای هر کاری نیکش از خداوند مکافات میگیرد. خوجینان، شما نیز همین معامله را نسبت غلامان خود کنید. با آنها دوغ و پوپیسه زدن را بس نمایید. در یاد داشته باشید که در آسمان یک خوجین دارید که او هم خوجین شما و هم خوجین غلامانتان است و به همه با یک چشم نگاه می کند. نهایت از خداوند و قدرت پرزورش قوت گیرید. همه اسلحه جنگی را که خدا به شما می دهد پوشید و به دست گیرید تا که به فریب و نیرنگ های شیطان مقابلت نشان داده توانید. آخر ما نه بر ضد انسان که صاحب گوشت و خون است، بلکه بر ضد صاحبان تخت و تاج و صاحب قدرتان و فرماندهان همین عالم جنها و بر ضد قوه های بدی که در آسمان عمل می کنند می جنگیم. بنابراین تمام سلاح خدا را به خود گیرید تا که در روز حمله دشمن به آن ضدیت نشان داده توانید و مبارزه را به آخر رسانده دست بالا گردید. اینک تیار باشید. مثل سرباز حقیقت را همچون تسمه به میانتان بسته، راستکاری را همچون جوشن روی صندوق دل در بر کنید. اینچنین خوشخبری را که درباره صلح و آسایشتگی گرفته اید همچون پایافزال تیار بودنتان به پای پوشید. علاوه بر همه این ایمان را سپر کنید که با آن همه تیرهای سوزان شیطان را خاموش کرده می توانید. نجات را نیز همچون کلاه جنگی و سخن خدا را همچون شمشیری که روح القدس می دهد به دست گیرید. همه این را با دعای و التجا از خدا مدد طلبیده بجا آرید و همه وقت با راهنمایی روح دعا گویید. بنابراین هوشیار باشید و برای تمام خلق خدا همیشه ایستادگرانه دعای و التجا نمایید. از آن جمله برای من دعا کنید که خدا سخنان درکاری را به زبانم اندازد و من ناترسانه سر خوشخبر را اعلان کنم. من حتی در زندان همچون نماینده مسیح خوشخبر را پهن می کنم. پس دعا کنید که من این خوشخبر را همان طور که باید اعلان شود دلیرانه اعلان کنم. از تمام حال و احوال و کار و بارم شما را تیخیکاس برادر عزیز و خدمتگزاری با وفای خداوند خبردار می کند. من با همین مقصد وی را پیش شما فرستادم که از حالت ما خبر داده شما را خاطر جمع سازد. از خدا پدر و خداوند عیسی مسیح برای برادران و خواهران ایماندار آسایشتگی و محبت یک جایه با ایمان می طلبم. بگذار فیض و مهربانی خدا با همه آنهای باشد که خداوندمان عیسی مسیح را صمیمانه دوست می دارند.